بچه ها بسم الله بگوین توکل به خدا. خدا مهربان است انشالله. دیگه میریم ببینیم که شب خدا کجا سپری کردم میتونیم. خستم شدیم دیگه بخیر جایی را پیدا بکنیم که همون شب خدا بخیر سپری بکنیم. دیگه یک ذره سیف باشه. دیگه توکل به خدا. این تو بیاتم اونجا. هوا بسیار سرد است. هوا سرد است و سردم شده. بیخی سرد است. ما یک رقم تو بلون ما با واقعیت گرفتگی است. هوا سرد است. در کوه دیگه طبعا سرد می باشه. خوب است ما شما در گشت بودیم. دیگه یک اندازه وجود ما گرم است. پس بخیر در گشت شویم. و شوا در کوه خیلی لذت بخش است گشت گذار. خطرناک هم است. خوب صحیح خطرناک. لذتش در خطرناکیش است. هر کس آمدن نمیتونه. سلیم یک اینی صدا بیخی آدم باز با تعجب میکنه. الله صدا هست. صدا خودش اذیتت میکنه. اجازه پیش شدن نمیده. توکل ما به خدا. بسم الله الرحمن الرحیم. بیا خدا باشم رای ما. بشک. صدا میاد بچه هاست پس سر. بسم الله الرحمن. بچه ها بیا. برو جمشید جان. سررس شکبر بوده. برق ما تیز است میزنش. بگو یک میزنم بزنم روشنش کنم. یک سو خنک یک سو خستگی. بسم الله الرحمن. باشه یک شاخ شد. این چطور دادم رای ما؟ شاخ است بچه ها. این چطور دادم رای ما؟ نه در پیشوری ما چطور هستی؟ جمشید جان ما سر باشم خوب است. بهم چیزا دست نزن. سر باشم خوبه. تام دل بیغم باشی از خاطر. بسم الله بگو بچه. اینمی خودش اکنین میبینی از دور که میبینی میگی خیلی بالا استاد است. اینم تو بیخی با منظم. عجب. صدا هست. بسم الله الرحمن. بله. صدا هست ولی صدا خیلی میاد. همین صدا ما را بیخی از پای انداخت. خدا کنه یک جای خوب پیدا کنیم که همیشه و خودم شب سپری کنیم. یک ساعت 1-2 بجه شب است. 2 بجه است بچه ها. 15 کم 10 نه. شوا خنک است یخ است. هوا سرد باشه. هوا کوتاه است دراز است بچه خاله. بله. یک رقمی صدا مرات یک رقم خاموش ساخته. یکی جمشید خسته شدیم به وقت. دیگه هم از شیمه موندیم و هم نارام خوی، ایزلگی، سردی، ایتر. کل ازی آدم سرد است رفیق. با واقعیت سرد است. با واقعیت سرد است. خطرناک است. توکل به خدا. و شما یک آتش هم کده نتونستیم. از این خاطر که جنگل است. خدای نخواسته بیاین نمیسو بیاین. که همیجا می درخت ها یک ذره گرم است سواره. نزن دست نمیدونم. احتیاط بکنین بچه ها. بسم الله بگوین. احتیاط کنه. برو آقا صاحب جمشید واقعا یکی دیگر اعلانات او ما را اول قریب کشته بودن چی کنین؟ متوجه تان باشه ما را میکشن. تو موسو استاد نشو یسو بیاد. کورتیت گرفته کش کرده دم زیر درخت میبره کی تو رو پیدا میکنه. یک جمع شاید نمیال ما را کم. یکم وقت یسو تلا میکنه یکم وقت غوسو تلا میکنه یکم وقت کش میکنه. چرا باید از یکی دیگه دور شوی؟ حداقل هم بتونی که یکی دیگه دیوار تو مقام بگیری که خلم چی رقم تکان داره. الله تام راست میگی سلیم جان.
همون یک جدکه داد مرا اینجا. از اینجا میریم جمشید جان. تو که دور باشی تو چرا مرا میگیری که مرا بول بول؟ میکشیم دا فکر کنم. زبانت هم بند میکنه او خود جند است کل کار میتونه. صدای تیت نمو برایا. نه. یک جدکه داد مرا هرچی اینجا. کنی چی بزنی صدای نمو. دست حرکت میداشت. بسم الله گفته پیش بسم الله. برین بخیر. توکل به خدا. بسم الله الرحمن الرحیم. شبر جان خسته هستی رفیق. رای ما که مسیرم که آمدیم خداوند خیرت بده. درایوری مربوط تو میشه. درایوری خسته میسازه، ذهنم خسته میسازه و ما هم دیمی جنگل هم تا که رسیدیم بیایید خودت خسته شد. چو بسم باشه؟ الله الرحمن الرحیم. ای نیست زیاد شده میره. رقم زده است. هاش پسر است. با ما از پیشوری میاید. میاد پسر است بره. از ما تو پیشوری بخی صحیح واضح پیشوری ما دیدیم. بسم بعد از زیاد پس یک دفعه دو شاخ یک دفعه دو شاخیت نمیفهمی سردرگمت میسم. بجا بری. امیال ما سلیم از پیشوری صحیح شنیدیم. سرار جو شکی شدین مرا بگو برق تیز دارم مندازم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا اله الا الله. بسم الله. میبینی تبی؟ اوه نه نه. احتیاط کنید. بعد چراغ بعد نموش شد. بسم الله. او بچه اونی چیز هونه و بسم الله الرحمن. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن. بسم الله الرحمن. رای ما دیگه رای برآمد از اینجا باید برای از اینجا باید برای اینجا سرد است بیخی ما بیخی اینجا سرد است ما هم سردی از اینجا گفتم بیخی از هر طرف. بسم الله الرحمن. بسم الله الرحمن. کم صدا از این پسر نه صدا نگاه ما کنی. بسم الله الرحمن. بسم الله الرحمن. بسم الله الرحمن. آستا بچه آستا. بسم الله الرحمن. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن. بسم الله الرحمن. چو باشه بچه چو بسم الله چی گپ است؟ چرا؟ بوی کنم چیز پشت ما میده والا. بسم الله الرحمن. از اینجا تیسیز برید سلیم دو بالا برین در جایتان نکنین غلط جوره کنین خدا. برید بسم الله الرحمن. بسم الله الرحمن. باز تو میشه روشه. ما گفتم تو باور نکردی. بسم الله الرحمن. ما گفتم که صدا بوی خیلی کدام تو نفر میده و بسم الله الرحمن الرحیم. لا اله الا لا الله اله محمد الا رسول الله الله. محمد رسول الله. نفر پسر دیگه خطرناک است. بسم الله الرحمن الرحیم. یک دقیقه جمع شد. بسم الله اون الرحمن. جمع شد. بسم الله الرحمن. برین از جیره دیگه بسم الله برین. الرحمن. وان بریم بالا. بسم الله الرحمن. اینجا مهم نیست. او یک فکر میکنی که قصد زمین جمعیال گشته خاک نه خاک کمیال بگردی قدم زده باشه می دقیقه. بسم الله الرحمن الرحیم. چو باش ورقه دار چی نگو. بسم الله الرحمن. شبیر کم دل است. شبیر کم دل است. من ازم تریم هم کم دل است. صدا را که شنیدیم چی نگو. بسم الله الرحمن الرحیم. دیدی؟ متوجه باش. ما میگم که تیگم. بسم الله الرحمن. بره.
بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم وحشت است اینجا کل چیز بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم لا اله الا الله محمد رسول الله لا اله اشهد الا ان الله. لا اله الا الله بسم الله گفته بچه ها برین تمیم قکم دلی نگو که شبیر خورده است دل نپر طرفه شبیر هستی؟ آه بیا بسم الله الرحمن الرحیم تمیم سلیم بچهش بسم الله الرحمن جمشید بسم الله الرحمن رقم صدا میه رفیق جمیسو چه رقم شو بوی خیلی کدام نفر بوی خیلی تقیب میکنه برش تمیم نه تمیم برو تو پیش شما تو باشی کلان ما و سلیم پیش سلیم برش نه برو دیگه پیش شما تو پیش تا باشید مشاور لا پیش برو پیش هستم دلتون دیگه برو ایره مواظبش باش برو برو بیا شما بیا ما نمیدونم بود سلیم همین کار سلیم هم یالا کدیما از اینجا یالا رفت خیلی تو شاد باشی ما نمیشه بیا شد برو نامخواد دلت شیر وارد باز تشویش دلت شیر وارد تشویش کارا رو نکن که تو خورد بگی هستی نامخدا میال جراتت هست تشویش نکن توکل ما به خدا بسم الله الرحمن الرحیم اینجا چی است؟ همین خانه است بسم الله الرحمن بریم دروازهش اگه پیدا کردیم تق تق میزنیم میگه مسافر هستیم دروازه‌ش باز باشه دروازه رو تکمیل میزنی خدا بدانه شاید خودش خانه جن باشه خانه اینجا از کجا شد؟ خونک میکشه خانه است یا کو؟ نه کلوب نه چراغ مالا بیا تا چکر بریم. یا تو پیش آدمی زاد نخواد خانهش باشه پیش بسم الله گفت جنیات پیش خطرناک است و بچه ده تا جای که ده تا جنگل خطرناک خانه باشه و اگه از انسان هم باشه از انسان ساده نیست باش بچه خود نه کلوب نه چراغ از انسان باشه ویرانه است بچه این خانه وارث ویرانه او بچه خطرناک است همونجا نره و نه این ویرانه گفتم است چی نه. است؟ آجا و تمیم نره رفیق خطرناک است چی میگه نمیکلم مشوره نه این رو باید ببینیم که چی است اگه دیگه شو باید خانه آدمی زاد باشه خطرناک است تمیم خدا خدا که میفهمد. با توکل تاریکی ما خوش به هستند خدا. تاریکی با اونا خوش هستند رشاد آه. چی میگه که این رو باید ببینیم ما خب با ماجراجویی آمدیم ما خب دلم باید 100% دیده شود. از ببینم خب از ببینیم خاطر باز شبیر و سلیم یا نه دیگه میبینیم مشکل ندارین اگه اونجا میشینیم ما میریم میبینیم پس نه نه کل ما رفتیم یک جای میری خیلی شما اونجا یک بشین جای میرین شما میرین یک جای. برین پس بیاین که ما یکی ما نیستیم اینجا مردیم یک دق بچه بیاین تو این خانه کلان نمی باشه این رو فکر کنه بچه متوجه جانتان باش بیاین تو میریم که دروازهش در کدام اصلا تو گرد میپالیم دروازهش تو خانه بی تو اگه باشه دروازه کار نداره نه دروازه باز او بداره اتاق خانه به این اندازه من نمیبینم که بخی به یک چیز متفاوت است. نه چتم نداره بگید همین یعنی تا غار خیلی چیز این او غاره بچه، است، اونا. هم خود مثل هم کلان شد خانه سه متوجه خود باشه او بچه که بخی نره. یک چیز متفاوت است اینجا او بچه صدام از اینجا بگیم میامد سشتر بسم الله الرحمن او بچه اول از دور خوب فاصله کل چیز تا نداشته باشه کلتان در یک جای مصرف بین تو نشه بیا پشت ما متوجه بیا. هر طرفتان باشه از پشت ما بیاین بسم الله الرحمن او بچه حسو دیگه خانه است ماچا متوجه هر طرفتان باشه او بچه یک دقیقه ایسی بسلیم پیش نکنه دیگه خانه بسم الله الرحمن نره بچه الله ها اکبر از الله شیطان بسم الله الرحمن باین از این چی باشه بریم بسم الله الرحمن یک دقیقه
ای قابل واد سمی اینجا دیگه جایی بود تو بچه چی رقم خانه است؟ شاد؟ بابا چی؟ یا اول خوب چهار اطراف چک کنه بچه متوجه جوانتانم باشه بالا سرایتانم متوجه بابا چه داخل اینجا دیگه چیز هست رسی خطرناک است بیخی مای جان ما خیز جو شد اول خوب هر طرف تانم لا متوجه اله الا الله متوجه باشه چه باشه صدای گروپ هسته بگی خیلی چیز گریخت باشه گروپ هسته کنی صورت اینجاست گروپ هست اونو صورت گروپ همون صورت حیوان ما چون کدام چیز بود یا چپ اینجا باشه بیت سکنیم چی هست بیت بسم الله اینی رای عزیز از کجا پیدا کنه روشاد بیا میره بچه میره روشاد داخل از این یه دفعه نباشه که دفعه شفتایی نبره نخوره مورا ایسو بیا ایت روشانی هم نگو خیلی اینجا متفاوت است تمیم بیا خیلی میریم در داخل از این سکنیم بیچی تمیم در خانه از ما لایتی آزاد همینجا خوب است یک ذره هوا گرم است خب خوب نیست او بچه باز گروپ پاس شد اینی بیخی وحشتناک است اینجا من بیخی 100% برتان زمانت میکنم خالیس اینی زیر خالیس دم میکنه خدا بسم الله الرحمن یک دقیقه اینی رایش از خدا این بسته است رایش این همون قواقع شش است چیه دروازه شم زنگ گرفتن دروازه را زنگ گرفتن دروازه درو نمیاره جمع شده خودت کاملا نمیشه که دموزه رفتن رقم میکنی و ایستار دروازه مرازم ملایت میزنم یک پیشش کنیم برو مستم امرایت پیش کن جمشید بسم الله گفته پیش کن بسم الله الرحمن الرحیم اینه برو بسم الله الرحمن الرحیم خانه شون است بسم الله الرحمن الرحیم این بسیار خطرناک چیز است بیا آقا سید بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحیم بیسم تمیم یک چیز سفید او بدره ما اینجا بیخی یک چیز تعجب میکنم زیر خالی است چرا نکن این کارو نکن کل از اینمی خالی است نمیاره متوجه باشه سر بامش نامده باشه قرتک میزنی این چی رقم ها بداره دیشوی قربان خدا تو بیا تو میریم از اینجا جمع شد نمیریم رشا جان نمیریم همینجا میباشیم شب همینجا تیر کنیم گرم است ها یک ذره شمال دمش بیایم در دم شمال که خدا نگاه میکنیم این طرف بیا چهار اطراف تان متوجه باشی چیزی برتان برابر نشه خدا چیزای زهری بچه‌م تا بسیار خطرناک است بچه‌ها بیاین جایتان اینجا سیف کنین شمال اینجا خوب است هوا هم خوب است سیف هستین خزنده دیگه بعد دیگه جای سیف هستین خوبه پشت گپ نگر بگیری خدا دین بغلا بگیری به من دادم اون غارا میشینم اینجا خدا بگیری از دیگه جایی که شمال ممال نداره اینجا چند دقیقه خوتان بود خوتان اگه نبود هم رقمی تا خو خانم برای صاحب بیا بشید توکل به خدا جمشید جان زندگی ما شما مثل پرنده ها است جور جاملا چیه گپ بزنی زندگی ما شما تمام جان کلمای تانه بخوانید بچه‌ها از ما بیخی صحیح ما بعضی چیزی را که ما نمیخوایم که در جمع کل ما باید بگویم
بعض چیزاست که آدم باید نباید بگی او را نگاه کنه این پیش. درون پول ماست بیرون نکنید باشه یک اینما که باز تکرار ما که هیچ وقت یکی دیگر را نمانیم در این میدان. خدا نکرده تا کار نکنیم که پشیمان شویم. یک دقیقه باشه بس صدا را بشنم بسم الله الرحمن تمام اشتمن سنة قدم خوش شدی صدا زیاد است خو کو داری حالت برو خو گرسید خو کو مرا خو نمیبره ما مجبور هستم خیر سپگاه نزدیکای صبح خو نمیبره مرا خو نمیبره عادی شد جان تو خدا پرت لغت دیگه مجبور ما صبح که از ما بسلیم بسم الله الرحمن زندگی ما و شما هم تمیم جان چی یک زندگی عاشقانه عارفانه است یک شب ما یک جای است یک شب ما دیگر جای اما جای واقعی که ما بفهمیم که یک هفته تیر میکنیم امور ما تا بالا ندیده حال به شب ما هم چی یک جای فقیرانه برابر شده درویشانه کمکان در بین جنگل چی جایی هستی؟ نمیفهمیم در زیرش تاکوی است صوف است چیز گروپ میکنه از اینکه اقلا هم 4 دقیقه بغلش کم خشت که سنگ گرفتگی بود از شمال یک ذره باج بودیم همیشه هم غلیمت است نوکای پنجم گوشه و نوکو بینی من تو یخ زده با وقت سرد است سرد است اون روز یک دانه پلاستیکه که تو قدم میره شمال رو تو میکنه دو سه پیر هزاری مکر تفاوت شمال و خوب شمال صدا میاد بچه شبیه خواسته اینجا بیخی صدا میایه با واقعیت صدای خوب سی بلند میکنم اینجا بچه شبیه سلیم خوشان برده قدر بگروف نکنه بشین لای تگل کن سلیم بشین لای تگل سلیم شبیر خسته است در خوش بیادیم پولی ما بشین تمیم بشیدیم پولی سلیم صحیح پیشی ها من همه تانم در این وضعیت ما زیر گروف کرد بیخی مرا ترسان داد سفر مرا بوتم جواب داد در این وضعیت فرار کردن هم دیگه نمیشه بوتای ما پای میلخشه ما ایران موندیم خدا نکنه کدام حادثه رخ بده که چی کار بتونم تا کدام است سایه هم خود بیرون نشکت و وحشت کت سختی و مشکلات و یخ و گرم و انسان برابر نمیشه تا که آدم در خانه خود باشه هیچ دیگه بود کار نیست دیگه این بوتای تو شب و روز کار میده هر وقت بود خریدی بود بوتای 24 ساعته بود اون 24 ساعته بود که در پایین بود که کونه شد اگر او یک 2 روزه و 3 روزه که ما یک جای یک راه میرفتیم میمونیم حداقل یک چند دوره ما میشد اونم بود که ما را کتمو مگم بود نامردی کرد جمشید جان چی است؟ کمر رو بوتی تعیین نکرم تصویر تو را ببینه چه خطر سیده چشما جمشید جان تو برآمده از ترس نه اونا جمشید خیرتی خواستم شد بگی یک تصویر جا اونجا بیخی صحیح من یمیال من صدا را حس کردم بیخی رسیدم خدا میفهمه که اینجا جای کی است کجا است در خانه کی آمده خانه کی است هر جای که است کی جا زندگی خدا میکرد ما یک چیز مخلوق خدا است بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله شده سلیم از دست نارم خواه هستن خواه بخیدیم سر چشم است چشم پت میکنیم اینجا از خستگی تکان خورد تو بچه سلیم خطرناک بودن ماست اینجا بخید هیچ اینجا را نمیخواهیم بچه خواه هستن بخیز آنیمش چپ 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 بچه یک دقیقه بسم الله الرحمن یا یک کدوم چیزه میتونم که گایم تیار دی 4 دلو لیگا کسی مر 5 ماه هیچ فرار کردن نمیتونیم واسیزه غصه بخیز اینجا بیخی وحشت شد بر ما والا اینجا دروازه ما را سیایی پوشانده اون از اونجا اومد فکرت میاد که یک چیز مدرای صدای پای هر چیز مشکنی این از اینجا باز صداست سیکن بخیزی بچه
بچه خواه هستن ما خواه شبیر دستم نه دلم نمیشه شبیر. بچه‌ها خسته هستن. بخیر میره ایران نه سلیم میره سلیم چی هستیم خیلی سلیم میریم بخیزی میریم برای اینجا رو میبینیم اگر اینجا چیز نبود میباشیم اگر دبای نزی آقا صاحب بای یا نظیر توکل هم از ما بیرون به خدا. دیدم که کمال اون تو چهار بغل سنکوری سنان مقا غار است خلاص دروازه رفت آمدشون مجبور اگر دروازه شو پیدا کردی بیا بریم آقا صاحب مجید جا میریم و در زمین جمعی واه دقیقا راحت از اونجا بیخی از کل چیز سیب چیزی است دیدی باز بخیزی بیا توکل ما به خدا اینجا بیخی نمی یک سوی نیم گرب زمین میخی مرا ترسان یکی صدا بیا نه زمین خیلی خستی سنگا چه خیلی بسم الله الرحمن الرحیم خواب شده شما 2 ساعت خواب شده خواب شدیم سه که نه تی بچه ها رو نشان کشه بریشان از برد مزومش می لایت سیز بره هست حالا اینمی دروازهش از دیگه دروازه نداره اینمی رای است رفت آمد اینمی او داره ما میگیم اینمی خانه از یا هست اوت یک رای کی میکنه برای خود جور که از این رفت آمد کنه نکو پیش یک بال دست کش نکنیست بیا بیایی بچه ها بیایی بیایی تمیم از این تیر چی بیا تمیم بیایی برادر چی کار داری دست نست کش میکنه خلاص بیایی بیا طوال خدیجا پیشانه بگیری آزاد ما بیایید در کجا خیلی خواه میکنی؟ خمیر اکسل میکنی اون بغل شو لازم در جا باز باز میمانه خب باز بگی پرت خود در این دشت پرت خواه یا در جنگل پرت یک جای آرام آدم پیدا میکنه بیرون چه قیخ اینجا هست شما میترسه در نظر ما دروازه شم میجاست دروازه شم قلف است که میتونی رفته نه کاتو سنگا پوجده 4 بغلشون سنگاست بسته سی بخی بسم الله میریم اون طرف میریم شادم کروره از این گرد از این را باید یک دفعه ببینیم اوه اینا دیگه خونه او بچه اینا گرد بیا از خانه این را باید ببینیم اینا بیای نداره بیش دو هست. جایا او بام بدره بزرگ همیال است. از اون طرف او اوه را داشت این خانه ایجا خیلی کلان است بسم الله الرحمن قبر واد از بیخی آقا اینجا کنم چیزا گور نکده باشه واز میکنیم دروازهش چپا میکنیم میریم بیشتر تو خواب بودی رقم صدای گروپ می آمد پوشیده از کل جای از این میگم نه نمی اونمون رایش هست اونمون او بچه اشتباه کردیم و در جای در آمدیم که بخی اون را کی رفت آمد میکنه از اون را هر کس باشه چی رقم آدم است که بوده او از بین از او رفت آمد کنه بریم جمشید جان جمشید بخی خطرناک است خیلی باید من کل چیز رو میبینم از این جا مگذاریم بچه ها هجا برین ده اونم میشه از جای دیگه کده اونم جا خوبه نه دو اتاقه دو حداقل گرم همی باشه همونجا خوب بود اتاقش میریم دیو کلان دیگه میریم خب خبر واره یک چیز سا تا قبر از دیگه هر چی که از دیگه میریم دیگه همونجا خوب بود کمک دم شمال گرفته بیا اینجا خاموشه این اتاق بخی به ما یک چیز دیگه جلوه داده قاط درخت چیزی نیست بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن بابا چه هرچی که دور آره دمی خوشایم چطور است همین چیشی به خدا قبر واره این از این بخی بد خطرناک است بیا از قار بالا کده در یعنی بین بین بالا از این باشه چرا خوب تو شد یک بلندی داره اینه میره چرا تو بخی نمی یک چیز خطرناک است همین خبر از مکان وجود مهمدار از خبر است که ایست فقط خبر است یو بچه بسم الله الرحمن قبر در خانه چی میکنه مردم در خانه مشت گب نگرد و شاد دیگه خیلی چیز و شاد
ما میگم این قبر است. برید دم اتاق دیگه خاموشیم برید. این بیخی سه بیا، امیال دم چی میفهمی که دونم اونجا ما و شما در اومدیم اونجا چی است؟ این رو متوجه چپ باشه باشه. چپ لا نگرده. او سوریبری خو نمیکنیم خب بچه سر ما رقم درد گرفت سر ما قایم درد گرفت رنگ شده من قسم بسم الله الرحمن الرحیم بچه سر ما رقم گران وری شد لا اله الا الله محمد رسول الله بگیره خدا بره ما دیندان دروازه خو میشیم اینجا بیا یک جای باشیم یک جای بچه خطرناک اگه مرا بردن شما بیدار میشه یا شما را برد ما بیدار میشم دورا نمیبرن ما رو میبرن ما خورد ما دیندان دروازه می چپ یک قصداست که آمد پشت دان دروازه و آخر دروازه یا نمیگردد کار خدا میکند. پرت خدا در بغل بره پرت خدا قاسم جمشید پرت شما دا پت بگیره پرت خدا بسم الله الرحمن الرحیم لا اله الا الله محمد رسول الله تام گل کو جمشید جان هم رقمی که ملایت گل شو ما دستایم زیر برو برق ما سه تو گل کو سگ برق ما نتیجه میده بخی بر ما سوال خلقتی راه رفت آمد از این چی رقم چی است که ابی جمشید با ما بخی سوال خلق دادن این چی است که از اینجا رفت آمد میکنه اینمی بخی با ما جالب است واضحش اجازه بگی خی اینمی را ما میمونه رفت آمد است اینمی از راه رفت آمد ما خود انداختیم بچه یا شما دلتان خنک است ما را نمیبره خو بشینید دیگه بسیار خطرناک جمشید متوجه هستی؟ این راه رفت آمد چی هست؟ اینمی رو باید ما واضح کنیم امکانش هست هر چیز در تاریکی زندگی میکنه در تاریکی چیزای از اینجا رفت آمدش بسیار جالب است اینقدر جای تنگ چی باشی رفت هر جایی که آمد تاریکی سوجا وحشت است هر جایی که تاریکی سوجا ترس است چیزی که بچشم دیده نمیشه اونم خودش ترس است اونم جال ترا ترسانده بیا بیشه میجا بیا این بیخی با ما متفاوت است این بیخی یک چیز ما نو تازه میبینیم یک حالت داخل اتاق این چی هست این خیلی کلان هم هست میگم میگم نجا تو خو کو بده ما رو خو نمیبره ما رو چطور کنم بیشی یک چند نقطه خیلی اینی چه بیا آقا صد هوا بسیار سرد است سرد است هوا کو بخی از چوب جمع میکردیم همینجا آتش میکردیم بچه‌ام دیگه آتش با ما خطرساز است اما آتش هم باعث میشه که از دور معلوم شه بعضی وقتا آتش تو اگه اذیتت میکنه خدا نکنه از این آتش 100% خطر زیاد میشه به این که خاکستر آتش یا جای خطرناک میام راست میگه دنیا پر از گپ است بس خوب بس خود یک چند آرام باشه عملت تخیل کلمه به خدا